سلام دوستان، امروز میخوام براتون از غم و نفرت یک الاغ بگم نسبت به انسان ها. داستان اینطوری شروع میشه: فقط چند روز مانده بود به زمستان، اما برف به شدت میبارید و هزاران هزار دانه برف از دل آسمان رقص کنان پایین میآمد. سرما بیداد میکرد، زمین لباس سفید بر تن کرده بود و الاغ خاکستری از دور مانند یک لکه متحرک به چشم می‌خورد. زخم کهنه پای چپش ورم کرده و چرکین شده بود و درد همه وجودش را فرا گرفته بود. الاغ لنگان لنگان بی هدف و بدون هیچ صدایی حرکت می‌کرد. اما دلش از رفتار انسان‌ها خون بود. کوچک که بود یادش است مانند یک اسباب بازی برای فرزندان کشاورز بود. کم کم که بزرگ شد، از سر صبح تا آخر شب از این طرف به آن طرف بار می برد و شب هنگام خسته و کوفته در طویله تاریک و نمدار آب و علفی جلویش می گذاشتند و می رفتند. یک بار که نمیخواست با بار سنگینش از روی یک پل چوبی عبور کند، با نوک نیشتر چنان آزارش داده بودند که مجبور شد سراسیمه از پل عبور کند و پای چپش لای شیار چوبهای پل گیر کرد. کشاورز که دوست نداشت بار الاغ داخل رودخانه بیفتد، با دست پاچگی پای الاغ را از لای تخته ها بیرون کشید که همین موضوع باعث صدمه دیدن پایش شد. زخم الاغ رفته رفته عفونت کرد، اما روزهای متوالی با همان زخم و درد برای کشاورز بار برد تا هوا رو به سردی رفت. اینک 2 روز است که کشاورز او را در کوهستان سرد رها کرده است. حتی مگس بند و پالان و ریسمان گردنش را هم باز کرده و برده بود. الاغ لخت و عریان با پای صدمه دیده و زیر بارش برف بی هدف به هر سو پرسه می‌زند. چشمای الاغ اشک‌آلود بود، اما مثل انسان‌ها نمی‌توانست گریه کند و عقده دل باز کند تا شاید سبک شود. چشمایش کاسه خون بود از یک عمر بی‌عدالتی و ظلم و ستم انسان. اینک فقط از خدا طلب مرگ می‌کرد و دیگر هیچ. می‌دانست مرگ بهتر است از 100 بار مردن و زنده شدن در این بودن و نبودن. به بالای تپه‌ای رسید. همه جا سفید بود و همه چیز مثل شبح می‌نمود. سر و گردن خود را به آسمان متمایل کرد. همه نفس خود را جمع کرد و از ته دل ار کرد. انگار یک عمر حرف نزدن را به یک بار خالی کرد. انگار قنوت بسته بود و با خدا حرف میزد. خدا که فقط مال انسان نیست، خدا آفریننده همه موجودات است، حتی الاغ‌ها. این ار معمولی نبود. یک زجه یک موجود زمینی بود. این شیون عدالت خواهی یک موجود بود. این شکایت یک موجود در پیشگاه عرش خداوند بود. این الفبای مظلومیت یک الاغ بود. الاغی که انسان بیشعورش میخواند و به او تهمت نفهمی میزند، اما نمیداند که اگر الاغ فرمان بردار است و مطیع، فقط و فقط دستور خالق خیش را اجابت کرده، نه بیش و نه کم. الاغ همچنان ار میکرد و صدایش در کوهستان میپیچید. شاید صبرش لبریز شده، شاید با خدا مناجات میکند و شاید هم به خدا پناه برده از این همه ظلم و ستمی که بر او روا گشته. ای خدای بزرگ و مهربان، آن انسانی که گفتی همه بر او سجده کنند این بود؟ آن که گفتی اشرف مخلوقات گردد و باعث فخر آسمان این بود؟
برف به شدت میبارید و الاغ نفسش به شماره رفت. دیگر نمیتوانست روی پای خود بایستد. روی زانوهایش نشست و خود را به سکوت کوهستان سپرد. صدای زوزه گرگی سکوت کوهستان را شکست. انگار خدای مهربان همه درد دلهای الاغ را شنیده و اجابت کرده بود و میخواست به یک دنیا زجر و درد خاتمه دهد. الاغ تا آخرین لحظه ای که گرگ‌ها او را از هم دریدند نتوانست بفهمد که انسان چگونه جواب خداوند را خواهد داد از این کبر و از این بی‌عدالتی و ظلم و ستم و بیدینی خود. الاغ در یک چشم برهم زدن مرگ را پذیرفت و راضی بود که به وظیفه خود عمل کرده و هیچ سوال و جوابی نخواهد داشت. خب دوستان، این هم از یک داستان الاغ ستم دیده.